سلام، شما خوبین؟ به مناسبت روز پدر زیجیل بمبئی کامیار واگیردار رو براتون آوردم که به جای میدون تره بار میوه هاشو از سال لزنخوار به جای استخراج استفراغ میکنه. کامی عاشق سالشه که باهاش گهزران زندگی میکنه. عشق خرکی نه الکی، بده هشت پلش. وای این الان گاریش بو واظبی میگیره که پدر پوسکن همیشه آبریزش بینیدار آنفولانزا 4 هکتار عباس لنگتاقواز از بالا کلا گذاشته گرم بشه ولی از پایین داره سرما میخوره. عباس با اره اسکاچ که پوسکن گلابی 2 ایکس لارج پاس میده به کاکرو تا با دستکش توشکاری کیک نامزدی عمه‌شو برش بزنه. بی صاحب چه رقص چاقویی هم میره. هپی برزدی گوزو، یعنی روزت مبارک مرد. خرگوزه ها رو که با سرخیاطی پارس خطر کاتیران کردن میندازن جلو اسمت توف به این قسمت تا با دستکش کهنشور بکنشون سایز روشور. تیم حلق و نقل وارد عمل میشه و با سبد گسکاری میبرن تو WC3 تا بره تو وان مردشور خونه. با ملاقه گرازخوری که ریختش تو لگن پتوشور منتظر میمونن تا بوی سسش کل بمبئی رو ورداره. بعد با کفگیر دیلاگ قد بلند برانکارد میارید، لزن توش میذارید. محصول که طعم در و دیفار گرفت واسه ببینم اینا چی درست کردن. سنگ نمک بدی گاو بلیسه. آهان بابا فهمیدم، صابون برگردون خوراشیه. یعنی توف تو روزتون آبرو هرچی مرد بردید لا خاک بری بمبئی سگ بخور.